سلام بچه‌ها، با روبیک ماری امروز میخوایم یه دونه رگبار درست کنیم. اول میشماریم 1 2 3 4 5 پنجمی رو میچرخونیم به پایین و بعد اینجا رو میبینید میشماریم 1 2 دومی رو میچرخونیم و اینم میاریم پایین. حالا بعدش میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 و 8. هشتمی رو اینطوری میاریم پایین و بعد یه اینطوری میکنیم میاریم پایین بازم و بعد اینو اینطوری میکنیم میافته رو، بعد اینطوری و بعد اینطوری و بعدم اینطوری. یه رگبار شد.